به نام یگانه بخشنده بزرگ و مهربان، سلام به همه دوستان و همراهان عزیزمون در کانال و وبسایت خودوخدا.com. امروز و الان که این فایل رو دارم ضبط میکنم 26 خرداد ماه سال 1404 هست. تقریبا همه دنیا الان میدونن که کشور عزیز ما ایران در چه وضعیتی هست. خود ما ایرانی ها که دیگه جای خود داریم. به کشور عزیزمون حملات نظامی صورت گرفته، خسارت‌هایی به بار اومده، تلفات جانی به بار اومده و یک شرایط فوق‌العاده‌ای هست. من راجع به این میخوام صحبت بکنم که چه اتفاقاتی افتاده و خبرها رو به شما بدم، چون توی دست هممون یه گوشی موبایل هست، هممون به اینترنت وصل هستیم و خبرها هم که از سورس‌های مختلف به دست هممون میرسه. من میخوام راجع به این صحبت بکنم که ما توی این شرایط باید چه ذهنیتی داشته باشیم. انسانی که به دنبال موفقیت هست، انسانی که به دنبال سعادت هست، انسانی که به دنبال رشد و پیشرفت هست، در این شرایط چه نگاه و چه باوری باید داشته باشه؟ چطوری باید ذهنش رو کنترل بکنه؟ چطوری باید مراقب باشه که تصمیم درستی بگیره؟ ما میخوایم راجع به اینها صحبت بکنیم. راجع به این صحبت بکنیم که چطور بتونیم استرس و فشاری که میخواد بهمون وارد بشه رو کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم و حتی تغییرش بدیم و تبدیلش بکنیم به یک باور قدرتمند برای رشد و پیشرفت. این موارد و مطالبی هستش که من در این جلسه میخوام با شما دوستان عزیز راجبش صحبت بکنم. مطالب مهمیه واقعا. مطالبی هستش که میتونه جهت رو کاملا تغییر بده. آگاهی هایی که باعث میشه یک تصمیم انسان بگیره و مسیر زندگیش و حتی مسیر یک ملت و یک جامعه تغییر بکنه. با همین آگاهی ها، با همین مفاهیم. در چند مرحله، در چند بخش من میخوام به این موضوع بپردازم دوستان عزیز. همشون مهم هستن و من به شما این قول رو میدم که دانستن این مطالب به شما احساس قدرت میده، به شما احساس آرامش میده، به شما این احساس رو میده که همه چیز تحت کنترله، همه چیز داره به سمت خوب شدن پیش میره. البته برای کسانی که در این فضا هستند، برای کسانی که پذیرای این مفاهیم هستند، نه برای اونهایی که فاصله زیادی دارن و حرفای ما به نظر اونها احمقانه میاد، به نظر اونها یک سری توهم و خیال میاد. این افراد چون فاصله زیادی دارن با مطالبی که ما میخوایم ازش صحبت بکنیم، صحبت‌های به شدت درست و دقیقی که اینجا مطرح میشه رو کاملا وارونه میبینن. من متاسفانه برای این دوستان حرف زیادی ندارم و میگم که شما در شرایطی هستید که نمیتونید این حقایق رو ببینید و بپذیرید. چاره ای نیست که همون راه باطل خودتون رو ادامه بدید. اما اون دوستانی که نزدیک هستند و اون دوستانی که از قبل اصلا تو این مسیر بودند و در حال حرکتند، اینها برداشت‌های خیلی خوبی خواهند داشت و خیلی خوب میتونن از دل همین تاریکی‌ها، از دل همین شرایط سخت به جاهای خیلی خوب برسن. ما میخوایم راجع به این قسمت صحبت بکنیم و در چندین بخش اون حقیقت زیبایی که وجود داره که من توی همه برنامه‌هام راجع به صحبت میکنم. میگم یک حقیقتی هست بسیار زیبا که انسان وقتی به دنبال اون میره زندگیش متحول میشه و فرقی هم نمیکنه یک فرد دنبال این حقیقت بره یا یک جامعه به دنبال این حقیقت بره. این حقیقت هست و هر کس در جستجوی اون باشه، کاشف اون باشه، پیداش میکنه، مرحله به مرحله بیشتر کشفش میکنه. میخوایم راجع به این صحبت بکنیم دوستان و ببینیم که این حقیقت در این شرایط به ظاهر بحرانی و سخت کجاست و چطوریه. مرحله اول و قسمت اولی که من میخوام اینجا با شما دوستان راجع به صحبت بکنم بحث درستی قانونه. ما میتونیم درستی قانون رو الان در عمل با این اتفاقها کاملا ببینیم و شاهد باشیم. بچه‌هایی که دارن برنامه ما رو دنبال میکنن، آیا ما همیشه نگفتیم آنچه که در ذهن انسان
بهش توجه بشه، باور بشه، در افکار انسان هی مدام تکرار بشه، به واقعیت تبدیل میشه. ما آیا این رو نگفتیم؟ اساس برنامه‌های ما آیا این نیست؟ کاملا همینطوره. الان شما در کشور عزیزمون ایران آنچه که میبینید آیا خلاف اینه؟ هرگز خلاف این نیست. دقیقاً در هماهنگی کامل با این مسئله است. یعنی اون سیستم حاکمی که بر کشور ما بود، اون سیستم حاکم از همون اساس، از همون ابتدا، آنچه که در تفکرشون و باورشون بود جنگ و نابودی و از بین بردن و خسارت و مقاومت و حمله و اینجور چیزها بود. من نمیخوام اینجا تشریح بکنم، باز بکنم، چون واقعا فکر نمی کنم کسی باشه که اینها رو ندونه. اینها افرادی بودند که از همون اول ایدئولوژیشون روی خراب کردن و نابودی و اینکه ما برتریم و اینکه حق با ماست و اینکه دشمن باید نابود بشه و اینکه ما برتریم و اینکه در واقع خدا به ما این حق رو داده که کافران رو از بین ببریم. و ببینید تمام تمرکز روی دشمنی، روی از بین بردن، روی اینها بود. حالا البته برای این یک سری توجیهات هم داشتن، اما اساس تمرکز روی این بود. حرف زیبای بودا رو ما در نظر داشته باشیم، به یاد بیاریم. میگه وقتی شما از کسی کینه و نفرتی به دل داری و میخوای اون کینه و نفرتت رو سر اون خالی بکنی، مثل این میمونه که یک سنگ داغ توی دستت میگیری و میخوای پرتاب بکنی تو سر اون. درسته شاید این سنگ بره بخوره تو سر اون، اما قبل از این که اون آسیبی ببینه دست خودت سوخته. این اتفاق الان تو کشور ما داره میفته برای اون افرادی که این ایدئولوژی رو داشتن، در حکومت بودن و با این فکر سالیان سال زندگی کردن. جز خسارت، جز در واقع از بین بردن، جز ضرر زدن، چه مالی چه جانی، هیچ چیز دیگه ای براشون نداشت. در وهله اول من میخوام شما دوستان به این نگاه بکنید که تمرکز ما به واقعیت پیوند میخوره. برای این افراد خورده و داره میخوره و بیشتر هم خواهد خورد. برای من و شما هم به همین صورته. دوستان عزیز، جهان ما اشتباه نمیکنه. این جهان به این بزرگی بر اساس شانس و هرج و مرج نیست. این جهان خیلی خیلی هوشمندانه داره کارهاش رو انجام میده. یک هوشمندی بزرگتر از ما هست که همه چیز رو مدیریت میکنه. این هوشمندی بر اساس عدالت خودش هر آنچه که ما بر اون متمرکز هستیم رو سر راهمون قرار میده. دیر یا زود ما باید تحویلش بگیریم. این افراد متاسفانه تمرکزشون روی جنگ و نابودی و اینجور مسائل بود. دارن تحویلش میگیرن. داره براشون اتفاق میفته و دارن تحویلش میگیرن. سوال اینجاست که من و شما تمرکزمون روی چه چیزی هست؟ چون همونی که تمرکزمون روی اون هست رو داریم واقعیش میکنیم. داریم به سمتش میریم و به یه مرحله‌ای میرسیم که دیگه بازگشتی نداره. مجبوریم با تمام پیامدهاش روبرو بشیم. الان درباره حکومت ایران، حکومت ظالمانه و فاسد ایران، این اتفاق افتاده. مجبورن که با پیامدهاش روبرو بشن. سالیان سال اینها در این باور و این تفکر بودن و الان وقتشه که نتیجه و محصولش رو ببینن. برای من و شما هم همینطوره. من خیلی نمیخوام راجع به اینا صحبت بکنم که چقدر فاسد و ظالم بودن. فکر میکنم همه ما میدونیم، برای همه ما روشنه. اما آنچه که بیشتر از همه برامون مهمه اینه که اگر قانون داره درست کار میکنه که همینطور هم هست، تمرکز الان من و شما روی چه چیزیه؟ چون همین چیزی که تمرکز الان روش میگذاریم آینده ما رو میسازه. قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. پس درستی قانون رو داریم در این مسئله و موضوع در وهله اول میبینیم. در قسمت بعد من میخوام به خود اون حقیقت اشاره بکنم. دوستان، در تمام هیاهوی زندگی
یک حقیقتی هست، یک حق و حقیقتی هست که من توی برنامه‌ام اشاره کردم، گفتم جهان مثل یک خانه بزرگه که ستونهای اون میشن حق و حقیقت. یعنی جهان رو این حق و حقیقت نگه داشته. یه بخشی از این حق و حقیقت که خیلی از مواقع ما فراموشش میکنیم، از یاد میبریمش به خاطر هجوم اون سیاهی ها و باطل ها، اینه که فکر میکنیم در جهان تر و خشک با هم میسوزن. فکر میکنیم تر و خشک با هم میسوزن. هرگز تر و خشک با هم نمیسوزه. هرگز تر و خشک با هم نسوخته. این به دلیل زیادی اعتماد کردن به چشمامونه. ما فکر میکنیم با چشمامون همه چیز رو داریم میبینیم. این چشمای ما فقط یه بخش کوچکی از ماجرا رو نشون میده و همون بخش کوچک و ناقص این برداشت رو برای ما به بار میاره که فکر کنیم تر و خشک داره با هم میسوزه. هرگز اینطوری نیست. وقتی چنین اتفاقایی میفته، یک جنگی به راه میفته، یک به اصطلاح تهاجمی صورت میگیره، یک تغییر و تحولی در یک سرزمینی، در یک مردمی اتفاق میفته، هرگز اینطوری نیستش که تر و خشک با هم بسوزه. جهان خیلی خیلی عادلانه کارش رو انجام میده و هرگز کسی که نباید براش اتفاق بیفته اون اتفاق واسش نمیفته. اتفاقها بر اساس توافق میفتن. اتفاقها برای کسانی میفتن که از قبل با اون اتفاق، با اساس اون اتفاق توافق کردند. من همیشه این مثال رو میزنم و ازش استفاده میکنم. میگم که یک قایق در مقابل عظمت یک اقیانوس هیچ موقع شکست نمیخوره، هیچ موقع غرق نمیشه اگر آب به درونش نفوذ نکنه. اونهایی که از قبل باور کردن که قرار اتفاقات بدی براشون بیفته، قرار زندگی سختی داشته باشن، قرار از بین برن، اینها کسانی هستن که توی همین مثالم آب انگار به درون قایقشون نفوذ کرده و اینها به دلیل این باورهای مسموم و غلط خودشون در شرایط قربانی میشن. نه اینکه شرایط کاری نداره که کی کجا چی کار است همه رو غرق میکنه. نه، این نگاه ناقص ماست. هرگز اینطوری نیست. حالا یک موضوع خیلی مهم اینجا وجود داره و اونم اینه: شما باورهاتون به چه صورته؟ شما چه باورهایی دارید؟ آیا ذهن خودتون رو کنترل میکنید؟ آیا هر فکر مسمومی اجازه ورود به ذهن شما رو داره یا نداره؟ اگر نداشته، شما باید به خودتون آفرین بگید. در این هیاهوها، در این طوفان‌ها، در این سر و صداها شما جاتون امنه. شما مؤمن واقعی هستید. هیچ اتفاقی براتون نمیافته. نگران هیچ چیز نباشید. شما خونه‌ای رو ساختید با یک پی و ستونهای محکم که این طوفان‌ها، که این تکان‌ها هیچ اثری روش نداره. اما اونهایی که سست هستن، اونا میترسن. اونها فرو میریزن. اونها غرق میشن. پس جای هیچ نگرانی نیست. شما اگر باوری محکم دارید، اگر از قبل این باور محکم رو داشتید میساختید، هیچ جای نگرانی نیست. حالا من در ادامه صحبتم میگم که اتفاقا این جریان‌ها برای رشد کسانی هست که باورهای درستی داشتن. نه برای نابودی، نه برای از بین بردن، نه برای خسارت. این یک نگاه ناقص عمومی هست که افراد اینطوری میبینن. در نگاه ناقص عمومی، انسان‌هایی که از حقیقت فاصله دارند، اینطوریه که آقا یه جنگی را میفته، تر و خشک با هم میسوزونه و میبره. نه خیر، اصلا اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست. پس بخش دومی شد که تر و خشک با هم نمیسوزه و هرگز هم اینطوری نبوده. تمام این مواردی هم که من اینجا اعلام میکنم در بخشای قبلی تو برنامه ما اثبات کردیم که جهان عادلانه کار میکنه، بر اساس شانس نیست. دوستانی که اون اثبات ها رو دنبال کردن الان میدونن حرفای من فقط یک حرفای
انگیزشی نیست، کاملا علمی و عقلانی دارم با دوستان صحبت میکنم. الان دیگه نمیخوام اون اثبات ها رو باز بکنم، اما تو برنامه‌مون ما اثبات ها رو داشتیم که آقا جهان عادلانه کار میکنه، جهان به افکار من و شما پاسخ میده. اگر به افکار من و شما پاسخ میده، اگر عادلانه است، یعنی تر و خشک با هم نمیسوزه. این نگاه غلط من و شماست. پس قسمت دوم تر و خشک با هم نمیسوزه. این رو از ذهنتون بیرون بکنید. از ذهنتون بیرون بکنید. و قسمت سوم این که ترس و ناامیدی بزرگترین گناهه. ترس و ناامیدی. بله شرایط جهان تغییر میکنه. که حالا میگم چرا تغییر میکنه. خیلی زیبا تغییر میکنه. برای یک هدف زیبا این تغییرات اتفاق میفته. اما در این تغییرات انسانهایی که نمیترسند، انسانهایی که ناامید نمیشوند، مؤمنهای واقعی هستند. اونایی هستند که به خودشون مسلطن. اونایی هستند که دستشون به زودی پر میشه. همونایی که قبلا نتیجه همین نترسیدن و ناامید نشدنشون رو گرفتند و باز هم میگیرن. اونا فریب این ظواهر رو نمیخورن که تو این ظاهر خدای من هر لحظه ممکنه همه چیز از بین بره. نه خیر، گول ظاهر رو نخور. در پشت پرده همه چیز دقیق داره پیش میره. من با یکی از دوستان صحبت میکردم، در ترس این بود که خب این اتفاقات به کجا میرسه، نکنه اتفاق بدی بیفته. به ایشون گفتم که اگر قرار بود ما از بین بریم تا الان از بین رفته بودیم عزیز من. تا الان چقدر اتفاقایی افتاده بود که من و شما فکر میکردیم دیگه ته خطه. یکیش در همون بحث اون همهگیری بیماری کرونا. خیلی از مردم فکر میکردن دیگه همه چیز تمومه، همه از بین میریم. اما چی شد؟ زندگی همچنان به جریان خودش داره ادامه میده. درسته یه عده به ظاهر از این صحنه رفتن کنار، در دید ناقص عمومی از بین رفتند، اما جهان که چیزی رو از بین نمیبره، فقط جابجاییه، فقط تغییر شکله. بنابراین ترس و ناامیدی باعث میشه که ما از جای درست فاصله بگیریم، بریم در جای نادرست و به دلیل بودن در جای نادرست ضربه ببینیم. خیلی مهمه. آقا خانم عزیز، افکار تو، باور تو، توجه تو باعث میشه که کجا باشی، چه اتفاقی واسط بیفته، چه اتفاقی واسط نیفته. وقتی میترسی، وقتی ناامیدی، تو تصمیم درست نمیگیری، تو در جای درست نمیمانی، تو جذب جای نادرست میشی و خودتی که میری به استقبال خطر، خودتی که میری در دام خودتو میندازی. چون ترس و ناامیدی گناهیه که باعث آسیب زدن به خودت میشه. بزرگترین گناه هم هست. اگر تو بدانی، اگر من و شما هممون بدونیم که قدرتی که جهان رو خلق کرده در من و شما هم هست، چرا به این قدرت ما جهتی رو بدیم که بر ضد خودمون باشه؟ چون ترس و ناامیدی این کارو میکنه دیگه. ترس و ناامیدی باعث میشه ما به این قدرت جهتی رو بدیم که خودمون رو بزنه. خب چرا باید من این کارو بکنم؟ هرگز اجازه نمیدم ترس و ناامیدی بر من غالب بشه. هرگز. میگم من زندم، زندگی میکنم، باور دارم به روزهای خوب، باور دارم به رشد و پیشرفت، باور دارم به ارزشمندی خودم، باور دارم به اینکه از دل همین سیاهی سپیده خواهد آمد. به اینها باور دارم. با این باور میرم در دل اتفاقها و میبینم خودم میشم خالق همونی که دنبالش بودم. خودم خالق اون میشم. اصلا اون چیزی که قرار بود به دنیا بیاد و متولد بشه از طریق من متولد میشه. خیلی بحث بزرگیه، خیلی بحث مهمیه. قدرت خداگونه‌ای که در تک تک انسان‌ها وجود داره، ولی یک عده با ترس و ناامیدی از اون بر علیه خودشون استفاده میکنن، یک عده از اون در جهت رسیدن به سعادت استفاده میکنن. توجه میکنید؟ یه عده از اون در جهت رسیدن به سعادت استفاده میکنن. اینها افراد آگاه هستن. پس دوست عزیز،
ترس و ناامیدی رو بذار کنار. تحت هر شرایطی که شده اجازه نده ترس و ناامیدی به تو غالب بشه. مهم نیست دنیا چی میگه، مهم نیست خبرها چی میگه، مهم نیست الان در اطراف چه سر و صدایی داری میشنوی. اینجا مهمه. گفتم یک قایق غرق نمیشه اگر آب به درونش نفوذ نکنه. پس اجازه نده ترس و ناامیدی به تو نفوذ بکنه و باعث بشه که آروم آروم غرق بشی. اگرم قبلا ترس و ناامیدی در وجودت نفوذ کرده، مثل اون قایقی که کمی آب به درونش وارد شده، اون سوراخ رو ببند و اون آب رو کم کم بیرون بریز. میتونی با توجه به اون باورهای مثبت، اون ترس و ناامیدی که از قبل در تو نفوذ کرده آروم آروم تخلیه میشه و تغییر میکنه. پس این قسمت هم در رابطه با ترس و ناامیدی. قسمت چهارم، اصلا چرا این اتفاقا داره میفته؟ آقای تقوی زاده نمیشد ما خیلی آروم و راحت زندگیمون رو بکنیم؟ جواب اینه که خیر. جواب اینه که ما در این جهان نیومدیم آروم و راحت زندگی بکنیم، ما اومدیم بریم بالا. جهان، این همه هستی، این همه جنب و جوش و حرکت برای این نیستش که ما بشینیم یه گوشه لم بدیم بگیم که خب زندگی راحتی داریم. اصلا زندگی راحت یعنی جهنم. اولش راحتیه، بعدش خود جهنمه. انسان اگر در چالش و حرکت نباشه تمام قدرتاش رو از دست میده. شما تو بدن خودت نگاه بکن. از حافظت اگر یه مدت استفاده نکنی، استفاده‌ای که همراه با تلاش و در واقع تقلا و حرکت و صرف انرژیه، اگر استفاده نکنی حافظت رو از دست میدی، حافظت ضعیف میشه. عضلاتت رو نگاه بکن. اگر با عضلاتت کار نکنی عضلاتت از بین میره. حالا کار کردن با عضلات به چه صورته؟ با سختی دادن، با فشار آوردن به اونها. زندگی هم به همین صورته. ما وقتی میخوایم به لول‌های بالاتر بریم که بایدم بریم، باید شرایط برای ما همینطوری سخت باشه. منتها این سختی رشد. دوست عزیز من، شما باید استقبال بکنی از این سختی. به هیچ عنوان به این سختی به عنوان یک عامل مخرب نگاه نکن. اینها باعث رشده. برای همه مردم دنیا همینطوره. شما الان قدرت‌های بزرگ دنیا رو نگاه بکنید، همشون از این سختی‌ها گذشتن و همچنان هم میگذرن. چون این سختی هاست که پتانسیل واقعی انسان‌ها رو میاره بیرون، بالفعل در میاره، اونها رو متجلی میکنه. انسانی که در راحتی باشه که چیزی از خودش نشون نمیده. پس این سختی‌ها لازمه اون رشد متعالی ماست. ازش باید استقبال بکنیم. باید بگیم آقا این لازمه. بله من یک دردی رو الان تحمل میکنم، اما اگر بدونم این درد رشد منه، کل ماجرا تغییر میکنه، کل قضیه عوض میشه و من به جای اینکه فرار بکنم از این مسئله، اتفاقا میرم تو دلش و اتفاقا رشد میکنم. چه در جریان فردی این مسئله صدق میکنه و درسته و چه در یک اجتماع و یک جامعه و یک کشور، فرق نمیکنه. اگر انسان‌ها بخوان ترسو باشن، فرار بکنن، بگن آقا ما میخوایم یه جا راحت زندگی بکنیم، چرا سخته، چرا جنگه، چرا نمیدونم فشاره، اگر بخوان اینطوری زندگی بکنن هیچ موقع رشد نمیکنن، هیچ موقع از اون ترس و محدودیت بیرون نمیان. اما وقتی از اون ترس و محدودیت بیرون اومدن، گفتن آقا هر چقدر سخته باشه، ما از اون سخت‌تریم، ما از اون میخوایم سخت‌تر باشیم. یعنی چی؟ یعنی آقا جنگجوی ترسو و بزدل 1000 بار میمیره، جنگجوی شجاع 1 بار فقط میمیره. یعنی آدما به جایی برسن در حالا جامعهشون، در خودشون، که بگن آقا زندگی اینه دیگه، من قرار نیست روزی 1000 بار بمیرم در ترس‌های مختلف، زندگیمو میکنم، با قدرتم زندگی میکنم و باورم دارم که دارم به جای درستی میرم، نه اینکه فقط بجنگم. چون خیلی هم اصلا فقط همینجوری الکی میجنگن، اونم فایده نداره، اونم غلطه. با این باور که آقا دارم به یک آینده خیلی زیبا و با ارزش
در جهت سعادت دارم میرسم. در این راستا بله میجنگم، نه برای اینکه جنگ رو دوست داشته باشم، میجنگم چون این جنگ من رو قوی میکنه. ببینید خیلی فرقه ها، خوب دقت داشته باشین. یه موقع هست یکی میگه آقا من میخوام برم فقط بجنگم، خب این به احتمال زیاد داره کار احمقانه ای انجام میده. اما یه موقع هست یکی میگه آقا من میخوام بجنگم برای اینکه خودم رو قوی کنم. یک جامعه‌ای میگه آقا ما میخوایم بجنگیم برای اینکه خودمون قوی بشیم، نه اینکه حالا دنبال این باشیم که دشمنی پیدا کنیم همش با دشمن بجنگیم. اونی که جنگیدن و تلاش کردن رو برای قوی شدن خودش میبینه، اون به درجات بالایی میرسه. من دارم از این حرف میزنم. یکی از مثلا میره صبح تا شب به خودش فشار میاره، 1000 جور کار و خرمالی انجام میده به اصطلاح. خب این به جای زیادی نمیرسه، احتمالاً داره جونش و سلامتیش هم از دست بده. اما یکی هست میره در واقع آگاهانه ورزش میکنه. ورزش هم خودش یه جور جنگیدنه دیگه. اینی که آگاهانه ورزش میکنه این قوی میشه، این میره بالا. اینجا هم چیزی که من دارم ازش حرف میزنم همینه. شما الان در این شرایط هستین، یعنی هممون هستیم. چه جوری داری بهش نگاه میکنی؟ به این صورت که آقا نمیخوام، من میخوام یه جا آروم باشه، من میخوام یه جا راحت زندگی بکنم. اگر اینو بخوای در نهایت هم اینو به جهان میده، خب در نهایت به همین هم میرسی. اما اونجا ته بازندگیه، اونجا خیلی تو ضعیف خواهی بود. اما اگر بگی که نه آقا این هست، جهانم عادلانه است، اگر من در این دوران قرار گرفتم یعنی خداوند در من قدرتی رو گذاشته که تو این شرایط قرار گرفتم. ببینید خیلی مهمه. اگر من با این شرایط، اگر مردم ایران با این شرایط روبرو شدن، یعنی یک پتانسیلی دارند که با این شرایط رو در رو شدن. اگر این پتانسیل رو نداشتن اصلا رو در رو نمی شدن. ببینید خیلی مهمه. اگر جهان عادلانه است که همینطور هم هست، ما اثبات کردیم که هست، و مردم ایران ما هممون با این شرایط روبرو شدیم، یعنی ما پتانسیل مقابله و عبور از این شرایط رو داریم که جهان این رو سر راه ما قرار داده. یعنی آقا به قدرت خودت پی ببر، خودتو دست کم نگیر. اگر میبینی روی تشک مثلا یک حریف قدری انداختن مقابل تو، خب و میدونی اون داورها عادلن، به این نگاه نکن که چه حریف قدری الان اومده پیش روی من. به این نگاه کن که آقا من چقدر قدرتمند و قدرم که اینو انداختن مقابل من. این باعث میشه قدرت بگیری، این باعث میشه بفهمی کی هستی. و این اون نگاهیه که به ما قدرت میده، این اون نگاهیه که باعث میشه ما از این شرایط سخت فرار نکنیم، بگیم بله آقا من میخوام برم تو دلش، میسازیمش، اصلا مهم نیست. حالا انشالله من تو برنامه‌های بعدی میگم که از کجا من مطمئنم که ما این رو خواهیم ساخت. نگران این خسارت‌های فعلی نباشیم، میتونیم بسازیمش. همیشه همین بوده. وقتی انسان بیدار شد، وقتی این بالا باز شد، دیگه هیچ، دوست عزیز من، هیچ محدودیتی واسه اون انسان وجود نداره. حالا وقتی یه جامعه بیدار بشه که دیگه واقعا واویلاست، اون جامعه مثل یک موشک به آسمان میره. فقط کافیه که بیدار بشه، فقط کافیه که بدونه که چه خبره، بدون قدرت کجاست، از ترس ها و ناامیدی ها و محدودیت های ذهنیش بیاد بیرون. و الان این اتفاق داره برای مردم ما و کشور ما داره میافته. و اما قسمت بعدی دوستان این هستش که یک باطلی داره از بین میره. جهان خاصیتش اینه که به باطل فرصت میده رشد بکنه. این باطل میاد بالا، اما مکانیزم های جهان به گونه‌ای هستش که این باطل همیشه نمیتواند بماند و باید سقوط بکنه. و الان داره همین اتفاق تو کشور ما میفته. این باطل داره سقوط میکنه. آیا ما بعد از این نگران باشیم، بترسیم؟ اصلا. این سیستم فاسد، سیستم
جاهل و سیستمی که به خون مردم دستش آلوده بود، این داره الان ضربات سنگینی میخوره و داره از بین میره. این خیلی اتفاق خوبیه در کل. خیلی اتفاق خوبیه. یک غده سرطانی که در کشور ما، در بین مردم ما بر ما حاکم شده بود، داره الان ضربه میخوره. داره از بین میره. نمیخوام بگم اون طرفی که داره به این ضربه میزنه حتما یک فرشته است. اینو نمیخوام بگم. اما اینی که داره ضربه میخوره، این یک باطله. از اونجایی که سالیان سال اساس حکومتشون بر دروغ بود، خود همین دروغ نشانه باطل بودنشونه. خود این که به زور به مردم حکومت داشتن میکردن نشانه باطل بودنشونه. خود این که این همه خسارت زدن به کشور، به مردم، به سرمایه ها، نشانه باطل بودنشونه. این باطل داره الان از بین میره. خیلی اتفاق خوبیه. خیلی اتفاق خوبیه. از یک جهت دیگه شاید بعضی از دوستان بگن که خب آقای تقوی‌زاده، ببین درسته اینا دارن از بین میرن، اینا دارن ضربه میخورن، اما کشورمون هم داره از بین میره. دوستان عزیز به اینجا خوب دقت بکنید. وقتی یک غده سرطانی در بدن انسان به وجود میاد، وقتی از راههای معمولی نمیشه از بین بردش، باید عمل جراحی صورت بگیره. این جراحی خونریزی داره. این جراحی درد داره. این جراحی بدن رو از حالت عادی خارج میکنه برای مدتی. کاملا درست. اما لازمه. اما اگر بخوای اون غده رو ول کنی به حال خودش، خساراتی که میزنه به شدت خسارات شدیدیه و جبران ناپذیر، جایی که طرف دیگه جونش رو از دست میده. الان کشور ما در چنین وضعیتیه. الان اگر این اتفاق داره میفته، در کل اتفاق خیلی خوبیه که این ظلم، این جهل، این ستم، این فساد داره ضربه میخوره. ضربات کاری هم داره میخوره. این همه سال اینها ظلم کردن، به مردم خودشون رحم نکردن، مردم خودشون رو کشتن و در یک اسکیل وسیعی هم کشتن. هیچ ابایی هم ندارن از کشتن. آیا این چنین غده سرطانی نباید از بین بره؟ مسلماً هر ایرانی، همه ما، از اینکه به کشورمون تجاوزی صورت بگیره اصلاً احساس خوبی نداریم و به شدت میخوایم با هر چیزی که تو دستمونه بریم دفاع بکنیم. اما دوستان عزیز، اینجا و در این مرحله قضیه خیلی فرق میکنه. در این مرحله قضیه خیلی فرق میکنه. اون چیزی که داره ضربه میخوره یک غده سرطانی هست درون ایران. اون خود ایران نیست. اون از جنس مردم نیست. اون از جنس ما نیست. چون اگر از جنس مردم بود، اگر از جنس ما بود، بر علیه ما نبود. این همه ایرانی کشورشون رو ول نمی‌کردن برن در نقاط مختلف دنیا با هر سختی که شده بخوان اونجا زندگی بکنن. این همه خون ریخته نمیشد، این همه خسارت زده نمیشد. این کشور با این همه سرمایه که فقط جاذبه های توریستیش کافی هستش که حسابی پول رو وارد این کشور بکنه، این کشور با این همه سرمایه رو به این حد اینها فقیر کردن. آیا اینها از ما هستن؟ اینا ایرانی هستن؟ که الان ما بگیم آقا به کشورمون حمله شده؟ وقتی اینها درون ایران جا گرفتن، ضربه‌ای که میخواد به اینها بخوره، خب بالاخره مثل همون عمل جراحی باید از ایران رد بشه تا بیاد به اینا بخوره. اما مهم نیست، اینا جبران میشه. جای نگرانی نداره. این خساراتی که به بار میاد اینا جبران پذیره. و اتفاقا نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، خیلی خیلی بهتر، قشنگتر و محکمتر از قبل ساخته خواهد شد. خیلی متفاوت از قبل. دوستان، جهان کارشو درست انجام میده. اگر شما در یک جنگلی ببینید یک آتش سوزی میشه، خب خیلی از درختان از بین میرن، خیلی از حیوانات از بین میرن
ظاهراً یک خرابی گسترده به بار اومد، اما انقدی طول نمیکشه که اون خاکسترها تبدیل به یک کود بسیار با ارزش میشن برای خاک که بعد از مدتی چنان پوشش گیاهی ارزشمند و بهتر از قبلی رشد میکنه که اصلا حد و حساب نداره. در کشور ما هم همینه. این سیستم باطل وقتی فرو میریزه چیزی در جهان از بین نمیره که. آنچه که فرو میریزه دوباره به خود مردم برمیگرده. به شکل ایده ها، به شکل حالا خیلی چیزایی که در آینده خواهیم دید و منم راجعش صحبت میکنم انشالله. اینها به مردم برمیگرده و مردمی که باقی ماندند، مردمی که درست باقی ماندند، چنان خلاقیتی نشون میدن، چنان سازندگی از خودشون نشون میدن که چیزی که به وجود میاد اصلاً قابل مقایسه با قبل نخواهد بود. توی ژاپن مگه همچین اتفاقی نیفتاده؟ توی آلمان مگه همچین اتفاقی نیفتاده؟ توی خود همین اسرائیل مگه همچین اتفاقی نیفتاده؟ اینا در جنگ جهانی دوم چه خسارات سنگینی خوردن. توی خود امریکا مگه چنین چیزی نبوده؟ همیشه همینه. پس ترسی به دل نداشته باشید. آیندهش کاملا روشنه. فریب ظاهر و ابتدای این ماجرا رو نخورید. آنچه که در راه خیره، چون اساس جهان خیره و هر آن کس که ذهنش رو روی خیر نگه داره در مسیر و مداری باقی میمونه که اون خیر رو میبینه و تجربه میکنه. اونی که در این مدار نباشه مجبوره که مردود بشه و مجبوره که صحنه رو ترک بکنه. حالا این انتخاب با من و شماست که ذهنمون رو میخوایم به کدوم سمت بدیم. این حوادث، این اتفاقها رو ببینیم، تحت تاثیر قرار بگیریم، همش نگران، همش ترس، یا اینکه اون آینده رو ببینیم، به خدای خودمون باور داشته باشیم که جهانش رو درست مدیریت میکنه و اجازه بدیم این مسیر روند طبیعی خودش رو طی بکنه و ما هم در ذهنمون همون نتیجه نهایی مثبت رو ببینیم و زمانش که برسه برای ما، برای هر کدوم از ما که بخوایم کاری انجام بدیم، از درون خودمون میفهمیم که باید بریم یه کاری رو انجام بدیم و اون سیستم یک پارچه هستی دقیقاً هر کدوم از ما رو در جای خودمون قرار میده تا اون چیزی که باید ساخته بشه ساخته بشه. همونطور که در جای خودش قرار داد برای اینکه آنچه که باید خراب بشه خراب بشه و الان ما داریم میبینیم که چطور داره خراب میشه. همینطور که به این صورت خراب میشه، در همین جریان با همین هوشمندی آنچه که باید ساخته بشه هم ساخته خواهد شد. پس شک نکنید. پس نگران نباشید. واقعا نگران نباشید. هیچ ترسی به دلتون راه ندید. اگر انسان خدا رو واقعا داشته باشه، خدای درستی رو واقعا داشته باشه، ترسی در دلش نیست. اما اونی که از خدای خودش فاصله داره خیلی میترسه. به نظر من بهترین کار این هستش که الان اگر این ترس ها در دل ما هست، به سمت اون امنیت، به سمت مؤمن بودن واقعی، به سمت پیدا کردن خدایی که حق است، به سمت اون بریم و همونجا بمونیم. بگیم خدایا ما از اینجا تکون نمیخوریم. تمام نگاهمون به توه، چون تو هستی که داری همه چیز رو مدیریت میکنی و تو هستی که حکمتت اجازه نمیده جهان رو به سمت پوچی ببری و ما میدانیم که از دل همه این خرابی ها زیبایی هایی به وجود خواهد آمد که بسیار ارزشمنده و همینجا بمونیم، اجازه ندیم ترس ها بر ما غالب بشن و بعد ببینیم اون کسی که اینجا خودشو نگه میداره آمدانه و آگاهانه با اونی که اجازه میده ترس ها و تردیدها هر سمتی ببرنش، در نهایت چقدر نتایجشون با هم فرق میکنه، در نهایت چقدر کیفیت زندگیشون متفاوته. از همین ابتدا میتونیم بفهمیم، از همین فکر و امنیت و آرامشی که بهمون میده میتونیم بفهمیم که اگر ما این خط فکری رو دنبال بکنیم به کجا خواهیم رسید. سعی کردم در این برنامه مطالب مهمی رو اشاره بکنم. با این جریان ما خب هممون همراه هستیم
و اگر لازم باشه که به احتمال خیلی زیاد هم باز لازم خواهد بود که من با شما دوستان صحبت بکنم، این کار رو حتما خواهم کرد. درسته که من به صورت فیزیکی در کشور عزیزمون ایران الان نیستم، اما قطعا دلم اونجاست، عزیزان من هم اونجا هستن، همه شما جزء عزیزان من هستید که در ایرانید و هر کس میتونه از اون چیزی که خودش داره و مطمئن هست به دیگری بده و منم اون چیزی رو به شما دوستان میدم که خودم دارمش و ازش مطمئنم. شاید بعضی از دوستان بگن که آقای تقوی‌زاده تو بیرون گود نشستی و داری اینجا برای ما نسخه میپیچی، به ما میگی لنگش کن. اما اینطور نیست. من هم شرایط خاص خودم رو در گذشته داشتم. حرفایی که میزنم فقط تئوری و خیال نیست، من با اینا زندگی کردم. دلایلی که میارم دلایلی که من کشفشون کردم، هم به صورت عقلی هم به صورت تجربی. بنابراین میدونم که اینا درسته الان ظاهرا پیش شما نیستم، اما کنارتونم و میدانم که قانون اشتباه نمیکنه. به ذهن خودتون مسلط باشید، باور درستی داشته باشید. ایران بسیار زیبایی در راهه، با یک پتانسیل بالا، با یک شرایط پر از سعادت، پر از زیبایی، پر از ثروت که در سایه فهم ایجاد میشه. ما باید قبول بکنیم که در این سالهای اخیر به صورت عمومی در ذهن جمعی ما ایرانی ها خیلی باورهای غلط وجود داشت. الان وقت این هستش که این باورهای غلط هم فرو بریزه، پاکسازی بشه. همونطور که تجلی این باورهای غلط الان داره ضربات سنگینی میخوره و داره هی ضعیف و ضعیفتر میشه، در ذهن جمعی ما هم باید اینها از بین بره و ما بعد با فهم درستی که پیدا میکنیم خودمون خالق اون ایران زیبا و سعادتمند خواهیم شد. اینجا از خدمت شما دوستان عزیزم مرخص میشم و انشالله در برنامه‌های بعدی باز همراهتون خواهم بود و همین راستا و همین خط رو انشالله با هم دنبال میکنیم. این شرایط فریبتون نده، پشت این تاریکی ها نور هست، تمرکزتون روی اون نور باشه، ولو اینکه الان به صورت واضح نمیبینیدش، مهم نیست، اون هست. باور بهش داشته باشید، به زودی خودش رو نمایان خواهد کرد. برای همگی آرزوی بهترین ها رو دارم. از خدمتتون مرخص میشم تا انشالله برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار.